یه دفعه یک هنرمند عزیزی مجری جشنواره فجر، میدونی بالاخره من شهرام همایونم دیگه، ببین این آقا احسان مجری جشنواره فجر بوده، شوخی نیستا، یعنی حسن علی جعفر نیست، تریبون زنده جشنواره فجر رو سپردن به یه آدمی چیز کمی نیست. ولی شون یه دفعه میاد آمریکا و یه دفعه میشه هشتگ درست میکنه، من پشتگ درست میکنه برای شاهزاده که آقا بیاد به شاهزاده آیین افتتاحیه 35مین دوره جشنواره بین المللی فیلم فجر. خیر مقدم عرض میکنیم خدمت مسئولین محترم. کسی که برای همه ما قطعا عزیزه، خیلی دوستش داریم، وزیر محترم امور خارجه جناب آقای دکتر محمد جواد ظریف. پیشاپیش عرض تبریک داریم به مناسبت فرارسیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران در سال 1357. در این بخش اجازه میخوام با افتخار دعوت بکنم از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای دکتر صالحی امیری که برای سخنرانی به روی صحنه بیان. به افتخارشون. آقای صالحی امیری دیر زمانی نیست که به مقام وزارت منصوب شدند. یه مقداری به نظرم باید انرژی بیشتری بهشون داد. کمپین اعطای وکالت به شاهزاده رضا پهلوی پیش آمده، لازم دونستم نکاتی رو روشن کنم. این صرفاً اعطای یک وکالت به شخصیتی است که سابقه سیاسی مشخص داره، سابقه خانوادگی مشخص داره و اتفاقاً تنها شخصیت سیاسی هست که در بین اپوزیسیون این روزها فعال هست. به این کمپین بپیوندید و اگر معتقد هستید که نباید به این کمپین بپیوندید، لطفاً در پیشرفتش اختلال ایجاد نکنید. حداقل من اینجا برای اینکه کاری بکنم، ما برای کاری اینجا هستیم.